أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بیدان از علم صرف گراماتیک زبان عربی 8 درس گرفتیم. حالا باشد درس نهم را به سمع شما خواهیم رسانید. کتاب بیدان درس نهم. موضوع درس امروزه ما و شما معلوم فعل مضارع هست. معلوم فعل مضارع. ما و شما درس گذشته معلوم و مجهول فعل ماضی را به آخر رسانیدیم. اکنون امروز باشد مجهول فعل مضارع را میگیریم که همگی 14 صیغه دارد. یعنی مجهول فعل مضارع، معلوم فعل مضارع 14 صیغه دارد. به مثل همون فعل ماضی که خوانده بودیم تقسیمات، به مثل همون تقسیمات است. یعنی یگان تغییرات دیگر نیست در تقسیمش. در تقسیم به مثل همون است، لیکن در شکلی که شما میبینید در اینجا پس فرقیت ها هست. اولا این رو کمی توضیح براتون بتیم. با این رنگی که نوشتگی هستم، این رنگ ها رو میگوین حرفای مضارعت. اینها را چی میگوین؟ حرفای مضارعت. ببینید در اول هر یک تا این از این حرفا هست. این برای فعل مضارع میگیم و حرفاش حرفای مضارعت میگن. حرفای مضارعت در زبان عربی 4 تا هست. اینجا کلمه اش رو می نویسم برای حفظ کردنتون. ببینید نی تو، نی تو. علمی کلمه انیتو یعنی 4 حرف همون حرفای مضارعت هست. ببینید همزه، نون یا ت. وقتی ما در کلمه انیتو جمعش میکنیم حفظ کردن آسان میشود. برای خاطر همین را حفظ کنید که حرفای مضارعت انیتو هست، یعنی الف و نون یا و ت. پس الف رو ببینید در اینجا هست همزه، یعنی این انیتو حرف مضارعت در یک جا می آید. از 14 صیغه در یک جا می آید. و نون در اینجا هست. ببینید فقط نون هم در یک جا می آید. اکنون یا در بسیار جا می آید. ببینید 1 تا، 2 تا، 3 تا، 4 تا. در 4 جا چی می آید؟ حرف یا می آید، حرف مضارعت. و ت باشد در باقی مانده جای ها می آید. 1 2 3 4 5 6 7 8 جای دیگه در حرف چی می آمده است؟ حرف ت می آمده است. اینها را حرفای مضارعت میگه. چطوری که این کلمه را نوشتم، این کلمه را برای خودتان حفظ کرده نوشته بگیرید. پس بیایید صاحب کتاب را نگاه میکنیم که در این باره برای ما و شما چی معلومات میدهد. صاحب کتاب، هر کسی که این کتاب را دارد، صفحه 19. در صفحه 19 میگوید معلوم فعل مضارع. چطوری در اینجا نوشتیم؟ معلوم فعل مضارع، یعنی که این فعل های معلوم هستند، مجهول نیستند. معلوم گفتیم فاعلش معین هست. و مضارع زمان آینده. ماضی زمان گذشته بود، ما او را خلاص کردیم. اکنون زمان آینده رو میخونیم. چی میگوید؟ صاحب کتاب میگوید که معلوم فعل مضارع را نیز 14 مثال است. ببینید معلوم فعل مضارع چند تا گفتیم؟ 14 تا. چطوری که در فعل ماضی خوانده بودیم. 6 غایب را بود. ببینید غایب، این 6 تا برای غایب است. و 6 مخاطب را بود و این 6 تا برای مخاطب است. و 2 حکایت نفس را بود و این 2 تا برای متکلم است، یعنی برای حکایت نفس است. بعد از این صاحب کتاب میارد میگوید که اون 6 که غایب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. اکنون 6 تا غایب به مثل همون تقسیم های گذشته است، تفصیل نمیدیم. 3 تاش برای مرد است و 3 تاش برای کی است؟ برای زن هست. اون 3 که مذکر را بود، این 3 تا بالا برای مذکر که هست. یکمش چی هست؟ یاد داری بو. نگاه کنید
ضا داره و ب همون کلمه است که درس گذشته ما اینها را استفاده می‌بردیم. اکنون در اولش حرف یا را آوردیم ماندیم، زمان تغییر داد. اون زمان ضربه میگفتیم زمان گذشته بود. یا را در اولش ماندیم یضربو گفتیم زمان آینده شد. حرفای مضارعتی در اینجا نوشته بودیم، اون حرفای مضارعت حرف یا را ماندیم زمان چی شد؟ زمان آینده. یضربو میزند. دقت بتید ترجمه دا میگوید که میزند و مرد در زمان آینده صیغه واحد مذکر غایب معلوم فعل مضارع. یضربو میزند و مرد. اکنون یا میزند یعنی زمان آینده را در بر میگیرد، ضرب میزند را در بر میگیرد. و مرد در کجا است؟ و مرد در اینجا پنهان است. چطوری که در درس گذشته هم گفته بودیم، در درس گذشته هم بیان کرده بودیم که یک کلمه هو گفتنی پنهان است. هو پنهان است. انمی که میگیم اون مرد، انمین هو را ترجمه کرده استودیم. یضربو میزند و مرد در زمان چی؟ در زمان آینده، یعنی کلی نزده بعد میزند. این یک کس است. دو کس باشد یضربانی. اکنون این حرف مضارعت است. این اصلی باب است به حرف سیاه، به رنگ سیاه نوشتگی. این چی است؟ اینها را میگیم اینش فاعل هست. یعنی چطوری که ضربا میگفتیم دو کس کو، این الف همون رنگ همون الف دو تگه است، لیکن این نون علامت رفع است. نون علامت رفع است. این را انشاءالله در علم نحو به تفصیل میخونیم که این نون علامت رفع است. اینجا در علامت رفع ضمه هست، در اینجا علامت رفع ثبوت نونش میگن ثبوت نون هست. خب یضربان ترجمهش میزنند ایشان دو مرد در زمان آینده صیغه تثنیه مذکری غایبین معلوم فعل مضارع. یعنی این دو کسایی که فعل چی باشد؟ آینده که غایب هستند اونها را یضربان میگن، میزنند و ایها دو کس در زمان آینده. و جمعش باشد یضربون. دقت بتید یضربون ترجمهش میزنن ایشان همه مردان در زمان آینده صیغه جمع مذکر غایبین معلوم فعل مضارع. اکنون در این یضربون این یا همون حرف مضارعتی در اینجا نوشتیم همون است. این ضا داره و به اصلی باب است، اصلی کلمه است، چطوری که در فعل ماضی استفادهش میبردیم. این واو یعنی ویها مردها، یضربو این همی واو یعنی ویدها مردها. این نون باشد علامت رفع است. این نون علامت رفع است. چطوری علامت رفع بود؟ در اینجا همچون علامت رفع است. در اینجا علامت رفع این ضمه هست. این بود سه تایی مذکر. میگذاریم در سه مؤنث غایب. میگوید که اون سه که مؤنث را بود، اون سه تایی که برای مؤنث غایب هست، یکمش چی است؟ تضربو. اکنون حرفی در اینجا در سه تا این حرف یا را استفاده بردیم. یا را استفاده بردیم یعنی که وی مرد، یک مرد، وی دو مرد، وی ها مردها. انا اکنون ت را استفاده میبریم برای زن. چطوری که در فعل ماضی ما میگفتیم که ضربتی، در اینجا باشد تضربو میشود چی؟ این ت حرف مضارعت است. تضربو این همون فعل است، میزنی. تضربو میزنی تو زن در زمان آینده. کلمه تو زن را از کجا گرفتیم؟ از این کلمه هیه که در زیر این پنهان است، از اون کلمه گرفتیم. یعنی که تضربو میزنی، اگه در زمان آیندهش این ت دلالت کرد که زمان آینده این میزنی هست. این چی هست؟ یعنی که تو یک زن از کجا گرفتیم؟ از همین کلمه هیه که در تحت این پنهان است. این هو در تحت اینش پنهان بود. خب تضربو ترجمهش گفتیم میزند و زن در زمان آینده صیغه واحده مؤنث غایبه معلوم فعل مضارع. تضربانی در اینجا علامت رفع چی است؟ ضمه هست. تضربانی ترجمهش میزنن ایشان دو زن در زمان آینده صیغه تثنیه مؤنث غایبتین معلوم فعل مضارع. ببینید تضربانی میزنن ایشان، میزنن از ضا داره و ب میگیریم، در زمان آینده رو از این ت میگیریم، آنها دو زن رو از این الف میگیریم. این نون چی است؟ علامت رفع است. این نون علامت رفع است. در جا ضمه علامت رفع بود، در جا نون علامت چی است؟ علامت رفع هست.
خب این مثناش بود، تثنیه بود. جمعش چی است؟ زنها باشد چی میگیم؟ میگیم که یضربن. ببینید یضربن. اکنون در جمع مؤنث یا را استفاده می‌بردیم. در غایب یک مؤنث ت، در غایب تثنیه مؤنث ت، در جمع مؤنث یا میشود. رنگ اینها بری، ببینید رنگ اینها بری یا میشود. یضربن. ترجمهش میزنند ایشان همه زنان در زمان آینده صیغه جمع مؤنث غایبات معلوم فعل مضارع. ببینید میزنند از کلمه ضاد داره و ب گرفتیم. ایشان همه زنها، یعنی ویها همه زنها رو از این نون گرفتیم، یعنی که همین نون ویها همه زنها. در زمان آینده رو از یا گرفتیم، زیرا که حرف مضارعت است. همین حرف در آمد که این زمان این فعل را، زمان این حدث یا این پدیده را زمان آینده کرد. انا همین یا حرفای مضارعتی که در اول اینها شما چطوره که دیده استودید. فقط این هم زمان تغییر داده است، هم برای کی را، مخاطب کی را قرار داده استیم، یعنی اشاره به کی است. در اینجا گفتیم یا برای غایبی مردها هست، ت برای غایب زنها است. در اینجا جمعی زنها دا همچنین یا را استفاده میبریم. اکنون غایب خلاص شد، 6 صیغه غایب به آخر رسید. میگذاریم در مخاطب. صاحب کتاب چی میگوید؟ صاحب کتاب میگوید که آن 6 که مخاطب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. مخاطب همچنین 6 تا دیگر داره، 3 مذکر و 3 مؤنث. این را تفصیلاتش را در فعل ماضی خوانده بودیم. اکنون میگه که اون 3 که مذکر را بود، 3 تا مذکر اول میخونیم. یکم تضربو، در اینجا میزنی تو مرد. اکنون در اینجا ما میگیم که میزنی را از چی گرفتیم؟ از ض و ر و ب، از ضربه گرفتیم. میزنی تو مرد در کجا است؟ در اینجا تو مرد نیست. تو مرد میگیم رنگ اینها برای در اینجا پنهان شده از کلمه انت. کلمه انت در این تا این پنهان شده است. تو مرد از این کلمه انت گرفتیم. میزنی تو مرد، در زمان آینده را از این ت میگیریم، یعنی در زمان آینده. حالی نزده در زمان آینده میزنی، حرف مضارعت. پس تضربو ترجمهش چی میشود؟ تضربو میزنی تو مرد در زمان آینده صیغه واحد مذکر مخاطب معلوم فعل مضارع. اکنون دو تگهش رو میخوریم، تثنیه رو. تضربانی یعنی میزنید شما دو مرد در زمان آینده صیغه تثنیه مذکر مخاطبین معلوم فعل مضارع. ببینید تضربانی، میزنید شما دو مرد. اکنون میزنید رو از کلمه در داره و بگرفتیم، از اصل باب گرفتیم. دو مرد رو از این الف گرفتیم و در زمان آینده رو از این ت گرفتیم. این نون برای چی است؟ این نون علامتی رفع است. چطوره که در اینجا ب ضمه علامت رفع بود، در اینجا نون علامتی رفع هست. اکنون جمعش ده چی میگوید؟ تضربون. ببینید تضربون ترجمهش میزنید شما همه مردان در زمان آینده صیغه جمع مذکر مخاطبین معلوم فعل مضارع. تضربون، ببینید میزنید شما همه مردان. از کجا گرفتیم؟ از ضاد داره و ب. همه مردان رو از واو گرفتیم. میزنید شما همه مردان. در زمان آینده رو از این ت فهمیدیم. در زمان آینده حرف مضارعت. این نون چی است؟ نون علامت رفع است. این نون علامت رفع است. اینجا در فراموش کردیم یا ضربنا یا حرف مضارعت زمان آینده ضاد ر و ب. این چی است؟ زدن. این نون شما زنها. ببینید زنها. اینجا در این نون اما با مثل این نون ها علامت رفعش نمیگیم. این نون با مثل این واو ها است. یعنی اینجا در واو شما مرد، وی ها مردها، اینجا واو شما مردها، این نون شما زنها است. لیکن این نون از این نون فرقیتشون در همین است که اینها حرف هستند، اینها علامت رفع هستند، چطوری که در اینجا میبینیم. و این نون ها هم همچنین علامت چی هستند؟ رفع هستند. پس به همین سه تا مذکر مخاطب به آخر رسید. بعد از این میگوید که اون سه که مؤنث رو بود، اکنون سه تا دیگری که برای مخاطب مؤنث است این را بیان میکند. میگوید که
تضربین، ببینید تضربین، تضربین، تضربین ترجمهش میزنی تو زن در زمان آینده صیغه واحده مؤنث مخاطبه معلوم فعل مضارع. ببینید میزنی تو زن، میزنی را از ضاد و ر بگرفتیم، تو زن را از این کلمه یا گرفتیم. یا را دیدید در اینجا اینمی یا دلالت میکند که تو زن، چرا در اینجا تو مرد این انت بود، در اینجا انمی یا تو زن میشود. و این نون علامت رفع است، چرا که این ضمه بود، اینجا این نون علامت رفع است. و در زمان آینده میزنی تو زن، در زمان آینده را از چی گرفتیم؟ از ت. این ت حرفی مضارعت است. این یکمش. دویمش چی است؟ تضربانی، تضربانی، تضربانی یعنی میزنید شما دو زن در زمان آینده. اکنون میزنید از این ضاد و ر بگرفتیم، دو زن را از این الف گرفتیم، میزنید شما دو زن، در زمان آینده را از ت گرفتیم، یعنی در زمان آینده میزنی. و این نون علامتی چیه؟ علامتی رفع هست، علامتی رفع. و بعد از این تضربنا، ببینید تضربنا، تضربنا ترجمهش میزنید شما همه زنان در زمان آینده صیغه جمع مؤنث مخاطباتی معلوم فعل مضارع. تضربنا میزنید شما همه زنان، ایضا داره و به میزنید رو گرفتیم، ترجمه را فهمیدیم که میزنید. از این نون شما زنها را فهمیدیم، چرا که این نون ویها زنها را فهمیده بودیم، این نون شما زنها. از این واو فهمیدیم که ویها مردها، از این واو فهمیدیم که شما مردها. دقت بدید این حرفا را. شما زنها در زمان آینده را از چی فهمیدیم؟ از این حرفی ت، از این حرفی ت. پس این بود 6 تای مخاطب، 3 تای مذکر این بالا و 3 تای مؤنث این پایان و مخاطبم با آخر رسید. اکنون متکلم میگه که آن دو که حکایت نفس را بود، آن دو تای دیگری که میگه برای حکایت نفس است، یکمش اضربو هست، دویمش نضربو هست. دقت بدید اضربو چه معنی دارد؟ اضربو میزنم من مرد یا زن در زمان آینده صیغه واحد متکلم معلوم فعل مضارع. این اضربو میزنم من مرد یا زن. برای چه مرد زن میگیم؟ بخاطر که در متکلم مردانه و زنانه فرق نمی کند. میزنم من یا مرد یا زن در زمان آینده. اکنون اضربو اینجا در من در کجا است؟ میزنم از کلمه ضاد و ر بگرفتیم، در زمان آینده را از الف گرفتیم و همچنین دلالت میکند به خود متکلم. لیکن من میزنم در کجا است؟ منش من در زیر این یک کلمه دیگر پنهان است، او را کلمه انا میگن. انا یعنی که من، در زیر این کلمه انا پنهان است که من. پس میزنم من در زمان آینده که اون حرفی مضارعت است گفتیم. و این متکلمی وحده بود، یعنی یک کس باشد اگر مرد و زن. اکنون نضربو چی است؟ ترجمهش میزنیم ما همه مردان و یا همه زنان در زمان آینده صیغه متکلمی مع غیر معلوم فعل مضارع. این نضربو میزنیم ما همه مردان و یا همه زنان. اکنون این کلمه ضاد داره و به میزنیم، این نون در زمان آینده. اکنون از کجا فهمیدیم که ما در کجا است؟ ما در زیر این هست. در اینجا کلمه نحنو پنهان است، کلمه نحنو پنهان است در تگ همین دلالت میکند که میزنیم ما مردها یا زنها در زمان آینده که این نون همچنین دلالت میکند. همچنین الف دلالت به متکلم وحده میکند، این نون به متکلم مع غیر یعنی دو کس سه کس باشه نون به همین دلالت میکند. پس این هست معلوم فعل مضارع و این 14 صیغه‌اش چطوری که براتون با تفصیل بیان کردم. یک مسئله مهمی دیگری در اینجا هست، اون را میخوام همچنین به سمتون برسانم. این مسئله بسیار مسئله مهم است. یک اسم‌های در زبان عربی هست، اونها را امثله خمسه میگویند. امثله خمسه یعنی مثال‌های پنجگانه که اینها همگی 7 هستند، اینها را باید شما از یاد بدانید. از حالا حفظ که کردید در
نحو خوندن فایده اتون میکند. اون امثله خمسه این یکمش است، ببینید این یک، این دو، این سه، دقت بدید این را جدا کرده برای خودتون بگیرید، اینش چهار، اینش پنج و اینش شش و اینش شش و اینش چی؟ هفت. این هفت را نامش امثله خمسه است، مثال های پنجگانه. اکنون برای چی اینها هفت هستند مثال های پنجگانه شون میگن؟ به خاطر ببینید اینها هر سهشون یک خیل هستند، هر سه این را یک تا حساب میکنن. ببینید تضربانی تضربانی تضربانی، هر سه را یک تا حساب میکنیم، یک تا، اینش دو تا، اینش سه تا، اینش چهار تا، اینش پنج تا. برای خاطر امثله خمسهش میگویند و امثله سبعه هفتگانهش نمیگویند. لیکن اینها همگی چند هستند؟ اینها هفت هستند. برای چی این را زیاد میکنم؟ به خاطر که در بعض جای نونها گم میشوند، از بین میروند. این نونها میروند، چطوری که نونها را گفتیم نونهای علامتی رفع است، چطوری که در این ضمه علامت رفع است، در اینجا نونها بودن نون علامت رفع است که این را با تفصیل در علم نحو ان شاء الله خواهیم خواند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و این بود درس نهم ما و شما از کتاب بدان. امیدوار هستم که فایده به دست آورده باشید از این درس ها. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.